سلام بچه‌ها، من نازنینم. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. راستی ایونت چطور بود؟ ایونت رو دیدین؟ باش حال کردین؟ من خیلی هیجان زدم واسه چپتر جدید. دلم می‌خواد الان با هم دیگه بریم ببینیم بتل پس چه چیزای جدیدی داره. ولی یه سورپرایز براتون داریم. دلمون می‌خواد یه بتل پس به یکی از شما هدیه بدیم و همینجوری که میدونین چنلمون چنل بزرگی نیستش و شانس خوبی واسه برنده شدن دارین. اگه دوست دارین شرایط قرعه کشی رو بدونین تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خب بریم صفحه اولش رو ببینیم. آره بدک نیست نه؟ این اسکینه به نظرم خیلی خوبه. گربه است، یه دستش رباته، یه دستش عادیه، و دومش دوتا دوم داره. دومش هم خیلی عجیبه. این جوراباشو چیه؟ دوست دارم. روی آستینش هم یه طرح چیه فکر کنم این افسانه های ژاپنی اینا. آره فکر می‌کنم یه همچین تمی هم داریم کلا توی دقیقاً. شهرها و مثلا توی نقشه دار. چیز خیلی باحالیه، ولی فکر کنم با آوتفیت های دیگه هم با لباسای دیگه هم بیاد توی آینده چیزای خیلی باحالی ازش در میاد. دیگه چی داره؟ دیگه پنجولاش کلا چیز میشه. این چیزشه فکر کنم پیککسشه در واقع دیگه. اوکی. آهنگش اینم کاور چیزش، بکپک. مزه است. این چیه؟ اینم آره. اوکی. نه خوشم اومده از این. عجب آوتفیتی. این الان قشنگ‌تره. سیاه بودنه به نظرم قشنگ‌ترش کرده. عجب آوتفیتی. چند تا وی باکس میده میشه دید؟ کلا چند تا وی باکس میده. این صفحه اول نداشت تا اینجا. این 100 تا دیگه احتمالاً. بریم جلوتر حالا باز میشماریم. اوکی. ببینیم. اینم قشنگه. این اسکین باحالیه. بذار ببینیم چه شکلیه. این هم چقدر جزئیات داره. زیرش از این پیش بندای کونگ فو پاندا بسته. این چیزای سرشونه‌شو دوست دارم من. رنگ موهاش هم خیلی قشنگه. آره خیلی خوشم اومد اون از اینکی. کفشاشو نگاه چه چیزای تیغایی داره. اینم قشنگه. اینم بکشه. آخه با مزه است. چیه این؟ من فعلا تا اینجا اینو اصلا بیشتر خوشم اومد. این باحال نبود. اینجا چیز نداشتیم، وی باکس نداشتیم. صفحه دوم، صفحه سوم باز وی باکس داریم با احتمالاً یه مدل جدید از این اسکین قبلیه که یه کلاه احتمالاً ژاپنی داره، مال فاز افسانه‌های ژاپنیه، جنگجوی ژاپنی شده. با موهای صورتی هم قشنگه. نمیتونیم ببینیمش بدون کلاه؟ بذار ببینم که اینجا میشه. نه نمیشه تغییرش داد. بعد بازش کنیم بعد ببینیم. اوکی رسیدیم. احتمالاً با موهای صورتی هم بتونیم داشته باشیمش بدون کلاه. با مزه است. اسکین بعدی رو ببینیم. اینم قشنگ فازه. اینم قشنگه. خیلی اسکینا خوبن. آره یکی از بهترین بتل پس هست این بتل پس. واقعا کم پیش میاد دو سه تا اسکین خیلی خوب داشته باشه هر بتل پس. طراحی ببین چقدر جزئیات داره. اینم قشنگ همش هم فاز آسیای شرقی داره. آره جالبه. ژاپنی ان اینا همشون. آره مدل موها و قیافه یا رو لباس پوشیدنش اینا همه چیش ژاپنیه. آره فقط این دو تایی که خوش بس کردن نمیدونم توش چیه. این بعدی اینجا هم وی باکس نداشتیم. اینجا 300 تا وی باکس اینجا که یه نوع ماسکش شد. لباسش هم تغییر کرد دیگه. آره لباسش هم تغییر کرد. اینم باحاله. من خیلی خوبه اسکین. خیلی تمیز طراحی. اینم روش احتمالاً یه حروف ژاپنی سامورایی نوشته. این هم کفشش تیغ داره. تو کار کفش تیغی هم نیستیدن. عکسش چیه؟ همین فاز سامورایی داره. یاد بازی تکن افتادم. اینجا شکل چیز زمینه تکنه. دو نفر وایسن جلو هم دیگه می‌جنگن. این چهارمیش بود درسته؟ 400 تا وی باکس یا دو بار شمردم. فکر کنم 400 شد اینجا. آره فکر کنم تا اینجا فقط صفحه زوج داره وی باکس انگار. آره. اینم خوبه. اینم خوبه واقعا. اینم تمیزه. من خوشحالم که از اون اسکینای خیلی رنگی نیستن، مثلا صورتی و سبز و آبی و بنفش و اینا رو همه رو قاطی کنن. یه دونه رباتیا، اینایی که یاد
غول خیلی رباتی اونا رو گندن. نمیدونم اصلا کسی استفاده کرده تا حالا یا نه. این اسکینای خیلی گنده رو فکر میکنم واقعا کسی بر نمیداره چون خیلی تو آره، مپ تو به چشم چشم. میاد. آره خیلی تمیز و قشنگه. اینا هم احتمالاً از اینان که بشه کفششون رو عوض کرد. آره احتمالاً کفشا رو بشه خرید و مثلا کفشا عوض کرد. همشون هم یه فاز ژاپنی باحالی دارن. آره دوست دارم رنگ بندیاش هم واقعا قشنگه. خب این پنجمین وی باکس احتمالاً صفحه چندیم؟ صفحه 8یم. چهارمیه فکر کنم. فکر کنم صفحه زوج داشت. صفحه فقط. 8یم. مثلا 1 2 3. آره ببین صفحه زوج فقط داره. 100 تا احتمالاً وی باکس داره. دقیقاً. بچا داریم میشماریم ببینیم که اگه یه نفری بتل پاسو داشته باشه چقدر وی باکس میتونه جمع کنه تا آخر بتل پاس. صفحه رو اگه باز کنه یعنی لول باید بگیریم و با لولایی که میگیریم صفحه ها باز میشن و میتونیم وی باکس ها رو جمع کنیم. حالا ببینیم که تا آخر چقدر وی باکس بذارید نگاه بکنیم سری تا آخرش. اینجا هم داشته شدن صفحه 9 داره. شد 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا. اینجا 2 تاست. 8 تا 9 تا 10 تا. تموم شد. 1000 تا وی باکس. اوکی 1000 تا وی باکس داره. بچه‌ها خیلی خبر خوبیه. اگه یه دونه بتل پاس داشته باشین دیگه نیازی نیستش که بتل پاس رو دوباره بخرین. اگه تا لول 100 برسین میتونین وی باکس جمع کنین و با وی باکس ها دوباره میتونین بتل پاس رو داشته باشین. برای سیزن بعدم یعنی با همین وی باکس ها جور میشه دیگه. خیلی عالیه. ایول. همیشه هم اینجوری بوده ولی ما فکر کردیم شاید این سیزن بخوان عوضش کنن چون بتل پاس گرون‌تر شده یه کوچولو، ولی خب انگار شرایط همینجوریه. اگه به لول 100 برسین میتونین دوباره وی باکس جمع کنین و سیزن بعد بگیرین بتل پاس رو. بتل پاس هم به جای 950 وی باکس این سیزن شده 1000 وی باکس انگار. یه مقدار گرون شد. ببینم بعدیش. اینو خیلی نپسندیدم من راستش ماسکشو. ای بابا. اشتباه بذارم. بد نیست ولی ماسکشو دوست ندارم خیلی. یه ذره رنگی تره. آره. اینم فاز گربه داره کلش. آره. همون اسکینه همشون هم یه چیزی انگار اینجا به شما آویزون ها. آره فکر میکنم یه چیزایی اینا که شبیه نمیدونم اون یکی شبیه نارنجک بودن ولی اینا شبیه نامه هایی ان که اینجوری بودش خیلی ما باز میشد خوندش. این منظر جذاب میاد. چقدر قشنگی. خیلی تمیزه. این که کفشه قشنگی هم داره. کفششون هم اینم یه چیزایی بهش وصله ولی خیلی تمیزه این اسکین. عالیه. خیلی تمیزه. عجب ماسک قشنگی رو صورت داشته. خیلی قشنگه. عالیه. ولدمورتیه. خب دیگه چی داریم؟ اوکی اینو با کمی تغییرات داریم. لباسش کوچولو عوض شده. اینم قشنگه. اینم باحاله ولی من قبلی کوچولو بیشتر داشتم. نه تو خدا اینو کی برمی‌داره آخه؟ ای بابا نارنجی به این گندگی خوراک اسنایپ شدنه. این چیه؟ وای. خب نه من به این اسکین از 10 1 میدم. به چرا پاش نصفه است؟ نصف پاشونو یادش رفتن زیر طراحی زمین کنن. بقیه‌اش دیگه. نه گنده بوده جانش شده. آره. نه این نه. هارد نو. چیه؟ دو تا شدن. اوه. ایموتش باحاله. آره ایموتش باحاله. فکر کنم ایموتش البته قدیمیه قبلا بوده چیه. من اینو ندیدم. ولی شاید اشتباه میکنم. نه ای تو رو خدا ژاپنیش کردن. چیه بستن به سر تفلک؟ چیه؟ آخ اینم تمیز. این قشنگه. واو چقدر خوبه این. آخ اینو دوست دارم. این واقعا میتونه هیجان انگیز باشه واسه رسیدن به این لول های بالاتر. انگیزه خوبیه. اسکینا عالیان به جز اون. اسکین آخره یا داریم هنوزم؟ فکر کنم آخریش باشه. آخریه. نه واقعا من نظرم واسه آخرین اسکین واقعا قشنگه. اوه پشتیشو عجب چیز ترسناکی. خیلی قشنگه. ایموتش هم باحاله. نه واقعا قشنگه واسه تموم کردن بتل پاس با این ورژنش هم عالیه. خیلی خوبه این. خیلی خوبه. قشنگه واقعا. ایول خوشحالم بتل پاس قشنگه. بذار بونس هم ببینیم. تو بونس هم وی باکس هستش حتی. آره تو بونس هم هستش که بچه‌ها باید لول 100 رو رد کنین تا بتونین اینا رو باز کنین و رنگ‌های 400 تا وی باکس هم مختلف. اینجاست. خوبه؟
خوبه، یعنی میتونین حتی کنار بتل پستون شاید یه ایموتی چیزی هم بگیرین اگه به لول بیشتر از 100 برسین. فکر کنم 150 یا 200 فکر باید کنم باشه. 200 معمولا که 200 بتونیم باید برسیم و همه همه صفحه رو بونص‌ها آزاد رو کنیم. باز حالا کنیم. بقیه‌شو به من نشون نمیدن. آره خب بعدن میاد، بعد بعدن آزاد آپدیت شد. میشه. بعد به 200 برسین شاید بتونین یه کنار بتل پستون توی سیزن بعد یه دونه ایموتی چیزی هم بگیرین. داره نم سریع تو با هم دیگه ببینیم. آخ عجب بکبکیه این. نه اینو خوشم نیومد، زیادی داره حرکت میکنه. داره رو اصلا تو ولی اینم این بهتره حداقل رنگش باز بهتر از اون اوریجینال دیگه. باشه. اینم قشنگه. اینم قشنگه. اینم اینم قشنگ. قشنگه. خوبه که چیز نیستش دیگه نقره‌ای طلایی طلایی نقره‌ای نیستن. نیستن. ولی البته من این اسکینای اسکین نقره‌ای رو دوست دارم. بی‌نظیره این واقعاً. عالیه، آره واقعا عالیه. هر- نگاه رنگ موها رو آره، خیلی این خفنه. اسکین. کلا همه مدلاش قشنگ بود. آره. عالیه این اسکین. من البته طلاییاشو دوست داشتم. طلایی باعث میشه توی بیلد آهنی دیده نشی و خیلی قشنگ‌تر میتونی آره. چیز بکنی، استتار کنی. آره ولی خب طلایی گفتم، نقره‌ای نقره‌ای. آره نقره‌ای منظورم، ولی طلاییاشو هیچ وقت استفاده نمی‌کنم. فکر کنم اون خیلی تو چشه. اوکی پس بریم شرایط مسابقه رو ببینیم با هم دیگه. بچه‌ها اسکینای بتل پس که به نظر من خیلی خفن بود. من خیلی حال کردم. همونجوری که اول ویدیو گفتم دلمون میخواد یه بتل پس به یکی از شماها هدیه بدیم و شرایطش اینه که این ویدیو به 100 تا کامنت برسه. از بین کسایی که برامون کامنت گذاشتن این چنل هم سابسکرایب دارن قرعه کشی میکنیم و به یکیتون بتل پس هدیه میدیم. پس برامون کامنت بذارین، چنل رو واسه دوستاتون هم معرفی کنین. با امید دیدار توی ویدیوهای بعدی. فعلا